درود به همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. سعید هستم، به همتون خوش آمد میگم. امروز کلی اعلانات داریم. اول با بحث شیرین کرونا شروع میکنیم مجدد. امیدوارم که در هنگام ورود ثبت نام کرده باشین، اگر نه ممنون میشم حتما اسم و یک شماره تلفن برای ما بگذارید که اگه مشکل خاصی پیش اومد بتونیم اطلاع رسانی بکنیم. حتما بعد از اینکه جلسه تموم شد جلسه رو ممنون میشیم خیلی سریع ترک بکنید. منظور این نیستش که با هم دیگه وقت نداشته باشید، سلام علیک نکنید، وقت نگذارید. برای همین جمع شدیم از هم دیگه برکت بگیریم، ولی از حیات کلیسا من فکر می‌کنم میتونید استفاده کنید برای این قسمت ولی سالن رو خیلی سریع باید ترک بکنیم. اخبار بود امروز که اخبار مختلفی ما شنیدیم برای اینکه قوانین جدید کرونا در ارتباط با کلیسا فعلا چیز خاصی هنوز اعلام نکردن. یعنی به روال گذشته جلسات رو خواهیم داشت، هفته آینده جلسه پرستشی رو خواهیم داشت. اگر مطلب خاصی بود ممنون میشم حتما محمود جان روی اعلانات بگذاریم آدرس سایت کلیسا رو و در واقع تلگرام کلیسا رو فعلا میتونید از طریق تلگرام پیگیری بکنید که در واقع اگه اونجا اخبار جدیدی یا اعلانات چیزی بودش حتما اطلاع رسانی خواهد شد. این در ارتباط با کرونا پس همه چیز به طبق روال سابق هست. عزیزان نشستن حتما ماسک رو داشته باشن و باقی چیزهایی که هفته قبل هم در واقع طبق همون روال بودش. یه اعلان جدید داریم بعد از جلسات مختلفی که تقریبا بودش در ارتباط با اسم کلیسا. یه تغییری اینجا به وجود اومده. کلیسای صلیب هست، کلیسایی که الان درش در واقع حضور داریم. اون کلیسای نور و امیدی که سابق بود تغییر نام پیدا کرد. کلیسای صلیب، صلیب ماینز نه، کلیسای صلیب خالی هم نه، کلیسای صلیب فقط. به همین اسم میتونید توی فکر میکنم تلگرام سرچ بکنید. یواش یواش حالا این توی آدرس سایت و اینا هم این تغییر نام اتفاق خواهد افتاد، ولی تا اینجا بدونید که کلیسا اسمش عوض شده، کلیسای صلیب هستش در واقع. رسم بسیار خوبی توی این کلیسا هست. عزیزانی که بار اول تشریف میارند یه معرفی کوچیک هستش، یه سلام علیک میکنیم، تشویق میکنیم. متاسفانه به خاطر اینکه ماسک داریم نمیتونیم در واقع طبق اون پروتکل ها عزیزی که میست خودش رو معرفی بکنه، ولی خیلی خوشحال میشم اگه کسی دفعه اول هستش که امروز در بین ما هست. اگر احساس راحتی میکنید، مشکل خاصی براتون نیست، میتونید بیستین. حداقل ما میتونیم با یک تشویق ورود شما رو خوش آمد بگیم اگر دوست داشته باشید. هیچ فشار. حتما خیلی خوش آمد میگیم. یه مطلب دیگه یه نفر دیگه بود، ببخشید من عذرخواهی میکنم که یه دوره بعدم از 8 و 9 در واقع یانوار ماه ژانویه شروع میشه برای دوره پیانو و آواز بودش. اگر عزیزان کسی میخواست که ثبت نام بکنه یه هزینه کوچیکی هم داره. البته این دوره ها میتونه به خواهر سلماز اینجا اصلا دست تکون میدن پیش ایشون ثبت نام بکنن و در واقع از 8 و 9 این کلاس ها رو خواهیم داشتش. در واقع کلاس پرایوت هستش، برای کلیسا نیستش. عزیزی هستش تشریف میارن اینجا کلاس رو برگزار میکنن و هزینه هم داره که حالا بعدا اطلاعات رو میتونید از شخصا از خواهر سلماز مستقیم دریافت بکنیم. فکر میکنم اعلاناتمون تمام شد، مورد خاصی نیستش. 2 هفته ای هستش که مراسم ادونت رو با هم دیگه داریم. امروز توی هفته سوم هستیم. یه توضیح کوچیکی من دوباره میدم خدمتتون. قبل از اینکه مسیح به دنیا بیاد در حدود 400-500 سال بود شاید، دیگه هیچ خبری از انبیا و نبی و پیغام خوش و این صحبت ها نبود. تحت فشار شدیدی که
قوم اسرائیل اون موقع داشتن از نظر سیاسی اقتصادی همه شکسته، نه محبتی، نه خوشی، نه سلامتی، نه آشتی، نه صلحی، و همه تشنه بودن برای اینکه اون مسیحا بیاد، اون مسیح بیاد و این چیز رو بهشون برگردونه دوباره و اون یه تولد تازه رو بیاره که همراه هستش با اون اشتیاق، با اون شوق، با اون صلح و آشتی با خداوند. فکر می‌کنم از این روزهای ما دور نیستش. امروزها هم ما خیلی تشنه اون صلح و آرامشیم و به همین دلیل بازگشت مسیح رو انتظار می‌کشیم. مراسمی هستش که از 4 هفته قبل از کریسمس شروع میشه. هفته اول رو در مورد صلح با هم داشتیم، هفته دوم در ارتباط با امید و امروز در واقع هفته سوم رو میخوایم شمع محبت رو با هم دیگه روشن بکنیم. من از خواهر مریم دعوت میکنم که تشریف بیارن، زحمت بکشن و آیات امروز رو برامون بخونن. سلام میکنم خدمت خواهر برادران عزیزم. امیدوارم در محبت خداوند باشید. حزقیال 34:15-6 خداوند یهوه می‌فرماید که من خود گوسفندانم را خواهم چرانید و من خود ایشان را خواهم خوابانید. خود در پی گمشدگان خواهم رفت و رانده شدگان را باز خواهم آورد. شکسته ها را شکسته بندی کرده، بیماران را نیرو خواهم بخشید. اما فربهان و نیرومندان را هلاک خواهم ساخت و عدالت و انصاف را به آنان خواهم چشانید. ارمیا 3:31-33 زیرا خداوند آدمی را تا به ابد ترک نمی کند، بلکه هرچند کسی را محزون سازد بر حسب کثرت محبتش رحم خواهد کرد. زیرا از دل نمی‌خواهد آدمی را به مصیبت و اندوه دچار سازد. یوحنا 3:16 زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. همچنان که مریم زحمت میکشن شمع سوم، شمع محبت رو روشن میکنن، سرهام رو در حضور خداوند خم بکنیم برای جلسه امروز در اتحاد و یکدلی دعا بکنیم. خداوندا شکرت میکنیم برای اینکه هنوز فرصت هست خداوندم، با توجه به تمام این فشارات، مشکلات، بیماری ها بتونیم دور همدیگه جمع بشیم و نام تو رو بپرستیم، بلند بکنیم. باشه تا حضور تو در بین ما باشه خداوندا. روح تو در بین ما بکرامه، دلهای ما رو لمس کن، ما رو قوت بده در این سختی ها، در این دوران سخت و طاقت فرسای خداوندا. باشه که این شمع ها در قلب ما روشن بشه، امید و خوشی و سلامتی و محبت تو بالاتر از هر چیز دلهای ما رو تسلی بده، قوت ببخشه و استوار بکنه. تو شکرت میکنیم پدر، ساعتها رو به دستان مقدس تو میسپاریم. آمین. شهادتی امروز دارم قبل از اینکه پرستش شروع بشه. دیروز داشتم اینستاگرام رو نگاه میکردم، بعد دیدم یکی از دوستان داخل ایران یه از عکس رفتن توچال، مثل ایران تهران یه برف سنگین اومده چند روز پیش، رفته بودن اسکی. بعد عکس گذاشتن و مدل‌های مختلف و بعد زیر پستش نوشته بودش که جسم شما، این دوست من اصلا ایماندار نیست، یعنی اصلا و اطلاعاتی هم ندارن که حالا ما اینجا ایماندار هستیم، اصلا صحبتی تا حالا نشده بینمون. مال دوست دوران مدرسه است و این که فقط حتما همتون از این دوستا دارین که تو فیسبوک و اینستاگرام همدیگه رو پیدا کنین بعد چند سال. زیر این پستش برداشته بود، نوشته بود که من این جمله‌شو نوشتم: جسم شما کلیسایی است که طبیعت در آنجا درخواست می‌کند مورد احترام واقع شود. فقط اینو نوشته بود. بعد بهش یه مسیج زدم: سلام چطوری، خوبی و اینا. بعد نوشتم براش که نوشتم که این جمله چیه نوشتی؟ من معنیشو نفهمیدم.
بعد گفت نمیدونم، خیلی خوشم اومد از این جمله، به خاطر اینکه خب کلیسا نوشتش که کلیسا مکان مقدسیه، ما به حضرت مسیح خیلی ایمان داریم و به نظر من خیلی جمله سنگین و خوبی بودش. من از این خوشم اومد و توی اون طبیعت و اینا من فکر کردم که به این عکس من خیلی میخوره و از این چیزا برای من نوشته شد. یه چیزی رو امروز من میخوام باهاتون شیر بکنم. من همیشه وقتی که صحبت از خدمت میشه، بارها شده به برادر امیرم گفتم یا به بچهای دیگه که من یه کاری که اصلا هیچ وقت من نمیتونم انجام بدم بشارت دادنه، چون بلد نیستم اصلا بیام به کسی بشارت بدم. شاید علت اینکه هیچ موقع با دوستام صحبت نکردم در این موارد این بوده که واقعا بلد نیستم یکی رو، حتی به خواهر خودم نمیتونم خوب بشارت بدم، خواندگیم نیست، احساس میکنم. بعد منم یه سری جواب دوستم رو براش نوشتم. شب که خوابیدم، خواب ندیدم ولی انگار که خدا داشت با من صحبت میکرد. خدا پدر آسمانی ما خودش مشخص میکنه که شما چه کاری رو میتونین انجام بدین. من بدون اینکه اصلا خودم این احساس رو بکنم یه عالمه در مورد کلیسا و چرا بدن ما رو مقدس آفریده و چرا یهو دیدم که وای من یه عالمه برای این نوشتم که چرا خداوند میگه بدن شما مقدسه، بدن شما چرا کلیسا بهش اعلام میکنه. به خاطر اینکه عزیزترین چیزش انسانی که اون رو به وجود آورده و اون رو اومده همتراز اون کلیسایی قرار داده که عروس خداونده و براش عزیزه. اینجا خدا با من حرف زد، دیدم که خدا هر جایی که احساس بکنه تو الان خواندگی داری و تو الان چیزی رو باید در نام مسیح اعلام بکنی، اعلام میکنی. چه این تو در کلیسا اعلام کرده باشی این خواندگی تو هست، چه اعلام کرده باشی این خواندگی تو نیست، خدمت تو رو خدای تو تعیین میکنه. اینو دیشب با من یعنی حرف زد. هر جایی که خدا احساس بکنه که نیاز داره الان تو فرزندش، بنده خدا، به بنده دیگش، به فرزند دیگش کلامی رو بگی و اون رو بلندش بکنی، به خصوص برای دوستانمون که تو ایران هستن و خیلی از کلام خدا دورن. این اتفاق برای من دیروز افتاد و ازتون خواهش میکنم که خیلی حساس باشیم اون چیزایی که دوستامون توی ایران مینویسن و بدونین که اونا دارن لمس میشن بدون اینکه خودشون متوجه باشن. من خیلی دیشب قلبم آروم شد بدون اینکه متوجه باشن، ولی یک جملاتی رو میرن پیدا میکنن که شاید ما هر هفته هم کلیسا میایم این کلمات رو نمیریم پیدا بکنیم. پس اجازه بدیم خدا در قلب ما، در زبان ما کار بکنه و اجازه بدیم که روح خدا حرکت بکنه و اجازه بدیم که اون پلنی رو که میخواد برای اطرافیانمون، برای دوستانمون باشیم از زبان خداوند، اجازه بدیم که خداوند کار کنه. آمین. این اتفاقی بود که برای من افتاد، دوست داشتم باهاتون شیر بکنم. مزمور 27 یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. پس روزی که به کلیسای خداوند اومدین، اون قربانی که امروز دادین، وقتتون رو اومدین به کلیسای خداوند اومدین، امروز بخواین که روح اون در دلهامون ساکن باشه. آمین. برای پرستش خداوند نیستیم و دلهامون رو باز میکنیم، میذاریم که کلام خدا، سرود خدا، آنچنان که نظر خداوند هست، نظر پدر آسمانی ما هست، بر دلهامون بشه. آمین. روح القدس تازه کن روح ما رو با تازه کن روحم با لمس خود روشن کن، افکار مرا با نور خود پر نما، قلب مرا از نیکوییت سیراب نما، از لحن آب حیات
در شکوه و عظمت تو خداوندا زانو میزنیم. خداوندا امروز به درگاه تو اومدیم زانو بزنیم به درگاه تو خداوندم. قلب‌های ما رو لمس کن خداوندا. امروز به دلم به طور خاص برای برادران و خواهران ایماندارمون دعا کنم خداوندا. تو قلب همه ماها رو لمس کن خداوندا. اون مهربانی، اون محبت تو که پیغام امروز تو هست خداوندا، اون محبت رو در دل ما که کاشته ای، اون رو این بذرافشانی و خداوندا گسترش بده خداوندا. کینه از هم به دل نگیریم خداوندا در نام تو. خداوندا ما در روزهایی هستیم که فرزند تو متولد شده خداوندا. ما آدم‌های زمینی برای تولد فرزندامون 1000 تا برنامه می‌ریزیم و هیچ وقت به این فکر نمی‌کنیم که شاید یه روزی بخوایم فرزندمون رو از دست بدیم. ولی تو در این روزها فرزندت رو متولد کردی و تو برای این متولد کردی که می‌خواستی اون رو یک روز قربانی بکنی برای بخشش گناهان ما. پس تو کار عظیم رو انجام دادی خداوندا. پس امروز کینه و دشمنی از آن ما نباید باشه خداوند. برای خواهر و برادران ایمانداری دعا میکنم که سر مسائل کوچیک، سر مسائلی که خداوند میدونیم ریشه‌ای در اون نیست خداوند، پس تو قلب تک تک ما رو لمس کن. روح تو امروز پر بشه، پر بشه، پر بشه و قلب‌ها لمس بشه خداوند و قلب‌ها رو امروز به حضور تو بلند می‌کنیم و هر گونه تفرقه و جدایی رو امروز به پای صلیبتون میارم. در نام پرقدوس دعا کردم، آمین. Bye.
بله پدر جان، تشنه حضورتیم، تشنه وجودتیم خداوندا، مشتاق توییم خداوندا، چون خداوندی داریم که به دنیا اومدنش عجیب و شگفت‌انگیز بود. زندگی بر روی زمین عجیب و شگفت‌انگیز بود. مرگ و قیامش عجیب و شگفت‌انگیز بود. شکرت میکنم خدای زنده، خداوند زنده، عیسی مسیح، شکرت میکنم که امروز فردا، دیروز امروز فردا هستی و بودی خداوند عزیزم. آیوده parabanıcan şnuragalcan hukuk kugahi daraş nemiyegette parkem dali kutsunundi tamar parkem dali sorer vor mudiganme kutsununditte շնորհակալ եմ քեզանից Տեր քո բոլոր գործերիդ համար որ մեր կյանքերի մեջ կատարեր ես Տեր շնորհակալ եմ քեզանից Տեր քո ժողովրդիդ համար Տեր շնորհակալ եմ Տեր որտեղ դու սրտերը փոխող Տեր ես շնորհակալ եմ որ դու կյանքերը փոխող Տեր ես Տեր մոտիկանում ենք քո ծնունդիդ ուզում ենք Տեր Հիսուս ջան որ դու Տեր մեզ փոխես մեզ նորից կյանք պարգևես Տեր հոգևոր կյանք պարգևես շնորհակալ եմ քեզանից آمین بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنیم بیایید با هم نام او را ستایش کنید آمین پس با شادی میپرستیم آمین بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام عیسی را محبت خدا فیض عظیمش را بخشید حیات نو در عیسی چشمه حیات شادی قلب ما مسیح است نام خدای ما بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام عیسی را آمین آمین دستنیم بپرستیم نام خدا را او شایسته حمد و پرستش هاست هللویا بر عیسی آمین آمین دستنیم بپرستیم نام خدا را او شایسته حمد و پرستش هاست هللویا بر عیسی بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام عیسی را محبت خدا فیض عظیمش را بخشید حیات نو در عیسی چشمه حیات شادی قلب ما مسیح است نام خدای ما بیایید با هم یک نفس یک صدا بپرستیم نام عیسی را آمین آمین دستنیم بپرستیم نام خدا را او شایسته حمد و پرستش است هللویا بر عیسی آمین آمین دستنیم بپرستیم نام خدا را او شایسته حمد و پرستش است هللویا بر عیسی هللویا هللویا بر عیسی هللویا هللویا سلام به همگی من سلماز هستم فکر میکنم تقریبا همه منو میشناسن یک اعلان کوچیکی که امی جان گفتن بگیم فکر میکنم فراموش شد 27م ما توی کلیسا بابا نوئل داریم
پس خواهش میکنم که اگر بچه‌ای دارین و اون روز میخواین در مراسم شرکت کنین و بچه رو با خودتون بیارین، لطفاً اسمش رو بدین. ازتون خواهش میکنم اون روز بدون هماهنگی بچه‌ای رو نیارین، چون ما به تعداد هدیه میخریم و این ناراحتی پیش نیاد. پس خواهش میکنم اسم داده بشه برای 27م. و اینکه امروز من برادر بهرام عزیز آنابل رو دیدم، به افتخارشون دست بزنین. و خواهر برادر بهرام خیلی خوش اومدین. شخصا آنابل و برادر بهرام تو زندگی من شخصا خیلی تاثیرگذار بودن. آنابل also sie ist typisch deutsch so ernst، ولی با تمام جدیتی که توی برای کتاب مقدس و کلیسا و ایمانش داشت، درس‌های خیلی بزرگی به من داد. اینکه با جدیت باید برای خدا بایستی و خدا شوخی نداره. و من Annabel, ich habe von dir viel gelernt. Also ich bin also dankbar für jede Sekunde, jede Minute, wo ich mit dir war, und ich habe von dir viel gelernt. Und ja, und ich freue mich, dich heute hier zu haben. Also, اینو تو دلم بود بگم، چون میبینمشون غرق در خوشحالی میشم. پیغامی که امروز همینطور که راجبش صحبت شد، هفته 3 ادونت هست و راجب محبته. فکر میکنم که تا اسم محبت میاد، تا کلمه محبت رو میشنویم، هممون میگیم ما که دیگه غرق از محبتیم، فلانی و فلانی رو محبت کردیم، چقدر بیچشم و رو بودن. ما که دیگه جز محبت کاری نکردیم، ولی جز بدی چیزی ندیدیم. ای بابا، منم دیگه محبت شد برام درس عبرت. ولی امروز من در مورد این محبت نمیخوام صحبت کنم. امروز محبتی که من میخوام در موردش صحبت کنم محبت مقدسه و محبتیه که فقط و فقط و فقط و فقط خداوند میتونه به ما بده. پس ازتون خواهش میکنم پیغام امروز برای فلانی و فلانی که ما محبتشون کردیم نیست. پیغام امروز برای شخص من، برای شخص خود توست. پس خواهش میکنم تو تمام قسمت‌هاش به خودت فکر کن، به خودمون فکر کنیم و برای خودمون برداریم. برای فلانی و فلانی بر نداریم. میخوام با یک آیه از کلام خدا شروع کنم. اول یوحنا 4:16 تا 20 رو میخوام براتون بخونم. پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناختیم و به آن اعتماد داریم. خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در او. محبت این چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم. زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم که او هست. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون میراند. زیرا ترس از مکافات سرچشمه میگیرد و کسی که میترسد در محبت به کمال نرسیده است. ما محبت میکنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد. اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت مینماید اما از برادر خود نفرت داشته باشد دروغگوست. دقت کنید، برادر منظورش برادر نیست، منظورش افراده. تو کتاب مقدس مینویسن برادر. پس میگه اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت مینماید اما از برادر خود نفرت داشته باشد دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را که میبیند محبت نکند نمیتواند خدایی را که ندیده است محبت نماید. و ما این حکم را از او یافتیم که هر که خدا را محبت میکند باید برادر خود را نیز محبت کند. این محبتی که کلام خداوند میگه یه ذره راستش سخته به نظر من، ولی
با اطمینان میتونم بگم وقتی که کسی خداوند رو به خداوند ایمان میاره و خدا رو وارد زندگیش میکنه، به راستی با خداوند مشارکت داره، به راستی خداوند در زندگی او سهمی داره، محبت میشه یکی از شخصیت‌های اصلی شخصیت اون آدم. محبت بزرگترین محک برای آزمودن فرزندخوندگی ما هست. اگر ادعا میکنیم خدا رو میشناسیم، اگر ادعا میکنیم که فرزند خدا هستیم، اگر ادعا میکنیم که کلیسا میریم، اگر ادعا میکنیم که خدا رو شناختیم، میگه محبت بزرگترین محک برای این آزمونه. محبت اساس هستی و ذات خداست. کلام خدا میگه خدا محبت هست، ذات خدا محبته و این محبتی که میگه یه واکنش اجباری نیست که خیلی وقتها از همدیگه میبینیم، بلکه یک پاسخ طبیعیه، چون دیگه تو طبیعت ماه. اون محبت در ما شکل گرفته، اون محبت در ما زندگی میکنه. من میخوام در مورد محبت مقدس امروز صحبت کنم، محبتی که از خداست، محبتی که تمام رفتارهای انسانهایی رو که به قول سولماس به ما بدی کردن و ما جز محبت برای اونها کاری نکردیم رو اینطوری خدا برای ما باز میکنه. مطمئنی که تو از ته دلت اون موقع اون شخص رو محبت میکردی؟ مطمئنی که اون شخص برای تو آدم خاصی نبود و تو اون زمان و تو اون مکان به اون آدم احتیاج نداشتی؟ مطمئنی که مجبور نبودی محبت کنی چون اقوام نزدیکت بود؟ مطمئنی که چشم داشتی نداشتی؟ مطمئنی همون دوست صمیمیت که به تو ضربه زد تو رفتار اشتباهی نداشتی، ناخودآگاه حرفی نزدی، گوش چشمی نازک نکردی، فخری نفروختی؟ کجان این آدم بدا؟ کجان این آدمایی که میان میرن لطمه میزنن و آدما بدن و همه بدن و من نیستم تو نیستی شما نیستی؟ کیه؟ این آدم بدا کجان؟ چون من که نیستم، شماها هم که میدونم نیستین، پس این آدم بدا کجان؟ و متاسفانه کلام خدا به من گفت خیلی وقتها تو ناخودآگاه همون آدم بده میشی، همون آدم بده میشی که محبت من رو جور دیگه‌ای به آدما نشون میدی، محبت من رو اون مدلی که خودت دوست داری انجام میدی. یه روز حالت خوبه محبت میکنی و یه روز حالت خوبه و محبت نمیکنی. یه روز اون مدلی که دلت میخواد محبت میکنی و یه روزی اونجوری که دلت نمیخواد محبت میکنی و دقیقاً تو همون آدمی. اینقدر دنبال آدم بده نگردیم. یه ذره وقتی به خودمون نگاه کنیم، وقتی که قبول کنیم، به نظر من یه ذره باید با خودمون رو راست باشیم. بنابراین محبت خدا معیار معتبری برای آزمون ایمان ماه. وقتی با محبت خدا ایمانمون رو ببریم به آزمون، به نظر من خیلی چیزا برای ما باز میشه و خیلی از اشتباهات و خطاها و از دست دادنها و خرابیها رو به نظر من توش خودمون رو پیدا میکنیم. دیگه انگشتمون نمیره سمت یکی دیگه، بلکه اونجا میبینیم نه سولماز، تو هم بی تقصیر نبودی. ما باید محبت رو تو زندگیمون نشون بدیم. یعنی باید به عنوان ایماندار، من امروز خطابم رو به ایمانداراست، به کسایی که ادعا میکنیم که خدا رو میشناسیم. ما باید زندگیمون پر از محبت خدا باشه، بی باید و نباید، بی حد و مرز، چون خدای ما خدای محبته و اول اون ما رو محبت کرد.
اگر محبت خدا رو تجربه نکردی، امروز اینجایی تا محبت خدا رو تجربه کنی. محبت خدا برای من اولین چیزش آشنایی با خودشه و خداوند من سلماز رو محبت کرد و اجازه داد تا اون رو بشناسم و وقتی که من خدا رو شناختم، خودم رو شناختم. و هنوزه بعد سالهایی که از ایمانم میگذره اعتراف میکنم که خطاها و گناهایی در من هست که بعضی وقتا میگم خدایا دیگه برای تو که نمیتونم نقش بازی کنم، شرمندم خدایا، شرمندم. و خداوند باز هم محبت میکنه، تغییر میده، برکت میده، رشد میده، ولی هیچ وقت اجازه نمیده که بگم من دیگه خوبم و من دیگه پاکم و من دیگه آدم خوبم و بده مردمن. باور کنین خداوند اجازه میده که خداوند به نظر من فروتن میکنه. چرا فکر میکنیم بگیم فروتن، طرف فروتن حرف بدیه؟ البته من ادعای فروتنی ندارم، دارم میگم که این هست، ولی با این مدل فروتنی خداوند تو به اینجا میرسی که قبول میکنی گناهکاری و هنوز خطاهایی داری و قبول میکنی که همیشه دیگران مقصر نیستن و تو هم جزو اونها هستی. توی یوحنا 4:8 میگه آنکه محبت نمی کند خدا را نشناخته، زیرا خدا محبت است. به نظر من اصلا اینجا باید پیغام تموم بشه، همه با این فکر برن خونه و بگن هر کس که محبت نمیکنه خدا را نشناخته. ولی محبتی نه از جنس دنیا ها، چون گفتم محبت جنس دنیا اینه که تو عاشق خواهرتی، عاشق برادرتی، عاشق پدر و فرزند و مادرتی و محبت میکنی، ولی اون محبت نه، محبتی از جنس خدا. میگن مقدار زیادی مواد رادیواکتیو از یه بیمارستانی سرقت شد و وقتی که مدیر بیمارستان موضوع رو به پلیس گفت، از اونها خواهش کرد که به ساره هشدار بده که با خودش داره مرگ حمل میکنه و مواد رادیواکتیو چیزی نیست که بتونه خیلی به راحتی پنهانش کنه و گفت تا زمانی که این مواد رو در اختیار داره تأثیرات فاجعه باری رو روی اون خواهد گذاشت. و حالا به نظر من کسی که ادعا میکنه خداشناس و با خدا رابطه داره باید شخصا تحت تاثیر این رابطه قرار بگیره و اجازه بده. یعنی اصلا احتیاج به اجازه نیست، ناخودآگاه تو وقتی با خدا ارتباط داری، وقتی با خدا مشارکت داری، این رو تاثیر میذاره و این تاثیر نیکو میذاره و این تاثیر حال تو رو خوب میکنه، این تاثیر زخمای دل تو رو پاک میکنه، این تاثیر خود تو رو به خودت نشون میده و دیگه ول میکنیم آدما رو، یه ذره خودمون رو کنکاش میکنیم، دیگه ول میکنیم، میگیم دیگه خدایا راست میگی، من خودم چقدر کار دارم، چقدر من خودم احتیاج دارم، خداوند چقدر من احتیاج دارم من سلماز تو منو عوض کنی. هر چیزی به نظر من، هر بحثی غیر از این مدل محبت خدا که حالا جلوتر بهتون میگم باشه، من شخصا قبول نمی کنم و میگم که کسی که خدا رو میشناسه محبتش فرق میکنه و محبتش از جنس دنیا نیست و متاسفانه ما توی رفتار آدم ها، توی حرف هاشون خیلی چیزهای محبت آمیز دیدیم ولی در عمل خیلی وقتها چیزی نمیبینیم. ولی خدا اینطوری نیست. جنس محبت خدا اینطوری نیست که حرف قشنگ، عاشقانه، زیبا گفته بشه، وعده ها، ولی خداوند در اون محبتی که به ما داره، محبتش کلامی نیست، محبتش در عمله. خداوند در عمل تک تک ما رو محبت میکنه. خداوند اجازه میده تو زندگیامون ببینیم دستهای خداوند رو که داره عمل میکنه، دستهای خداوند رو که داره کنکاش میکنه و داره محبت میکنه. محبتی که از جنس خدا باشه اول حال خود ما رو خوب میکنه. وقتی حال دلت خوب باشه میتونی بقیه رو بیچون و چرا محبت کنی، ولی وقتی حال دلت خوب نباشه نمیتونی محبت کنی و فقط وقتی حال دلت خوبه
که خدا رو بشناسی و محبت خدا رو درک کرده باشی. خیلی وقتا احساسی میشیم و بدون قبول کردن مسئولیتی میگم حرفهایی میزنیم، ولی در آخر فراموش میکنیم و میریم دنبال درد زندگی خودمون، جلو زدنها، پیشرفتها، خواسته هامون، خلاصه بدبختی هامون، سختی هامون. ولی محبتی که خدا داره اینطوری نیست و این محبت هایی که ما به افراد میکنیم به نظر من یه ذره ادعا توشه. خیلی وقتها نور که میشینه رو صندلی ماشین، این از این بندای کمربندش بدش میاد، تا میشینه رو صندلی کمربندش رو میبندم اینا رو در میاره، بعد من به نور میگم نور، یعنی من دارم میبینم میخنده، اول یه ذره خودش چیز میکنه ولی بعد کار خودش رو میکنه. من احساس میکنم خیلی وقتها که به خدا شکایت میکردم از محبت هایی که کرده بودم و جوابش رو بدی دیده بودم، خدا بهم میگه سلماز، یعنی دارم میبینمت، به من نگو که. میدونین چرا؟ چون به نظر من خیلی وقتا ذهن انسان حقیقت روحانی رو درک نمیکنه. میدونین دلی محبت میکنیم، یه بار دلمون میخواد محبت میکنیم، یه بار دلمون نمیخواد محبت نمیکنیم، یه بار دلمون حالش خوبه محبت میکنیم، یه بار دلمون حالش خوب نیست محبت نمیکنیم. ولی محبت خدا اینجوری نیست. خدا در هر لحظه، در هر شرایطی، هر کسی رو محبت میکنه. ما اینجا نیستیم که تماشاچی یه واقعه تکان دهنده یا دیدن یک نمایش بزرگ محبت خدا باشیم. عزیزان، ما تک تک در این نمایش بزرگ محبت خدا شرکت داریم و نقش ما محبت کردنه. اگر اینجایی، اگر ایمانداری، اگر عضو این کلیسا هستی، نقش تو به عنوان یک شخص اینه که محبت کنی، چون خدا محبته. چون خدا به وسیله رفتار ما خیلی وقتا خودشو به انسانها مکشوف میکنه. نمیدونم چقدر هدفمون هست که خدا رو به آدمها بشناسونیم، ولی اگه دوست داری این خدای محبت رو به آدمها بشناسونی، وظیفمون محبت کردنه. اگه در مسیح بمونیم یکدیگر رو محبت خواهیم کرد و محبت ما نسبت به یکدیگر بیانگر محبت خدا به دنیای نیازمنده. دنیا خیلی نیازمنده، دنیا خیلی نیازمنده محبته، دنیا خیلی بی محبتی دیده، دنیا پر از بی محبتیه و هر روزه داره بی محبتی میبینه. ولی ما یه گنج بزرگ داریم و اون خدای محبتیه که میتونیم به دنیا معرفی کنیم. باور کنین وقتی خدا باشه، وقتی خدا تو قلب ما باشه، وقتی خدا تو قلب افراد باشه، بهتون قول میدم تو تمام سختی ها و مصیبت ها محبت اون رو میچشه و میچشیم. اجازه بدیم دنیا هم این محبت رو بگیره، این محبت رو درک کنه و بتونه با این محبت زندگی کنه. به نظر من اتفاقا افرادی که هیچ وقت موعظه نکردن ولی دیگران رو محبت میکنن بزرگترین واعظان هستن. چون زندگی ایمانداری که محبت خدا رو نشون میده، به نظر من اون خودش بزرگترین پیغام خداست، بزرگترین موعظه است. انسان ها نمیتونن خیلی خدا رو ببینن، ولی ما میتونیم خدا رو به اونها نشون بدیم. متاسفانه جهان بی ایمان این محبت رو درک نمیکنه و نخواهد کرد، چون خدا رو نمیشناسه و براشون خیلی وقتا حتی سوء تفاهم میشه که فلانی این همه محبت میکنه منظوری داره یا من خوبم. من یکی از بزرگترین مشکلات زندگیم طی سالهای اخیر محبت کردن همسرم بود و بهش میدونین محبت خدا رو درک نکرده بودم و بهش میگفتم بس کن، چقدر چیز میکنی؟ و امیر به من میگفت سلماز، من از خدا وقتی ته چاه بودم خدا منو محبت کرده و ما باید محبت کنیم. من میگفتم نه، محبت حد و مرزی داره، محبت جایگاهی داره. مخصوصا امیر جان خیلی رو بچه ها حساسه، مثلا خیلی براش بچه ها مهمن، یعنی ولش کنی
دوست داره یه کیندرگارتن بزنه و بچه‌ها رو همیشه خوشحال نگه داره. و رو این مسئله خیلی وقتها مثلا یه کسی رو میبینه که مثلا بچه‌ای که پدر نداره یا بچه‌ای که با مادرشه یا مادر اون بچه مورد ظلمه، امیر اصلا دیگه خیلی براش، یعنی خیلی چون میگم رو بچه‌ها خیلی حساسه. و وقتی که من محبت خدا رو خودم چشیدم و وقتی که محبت خدا رو درک کردم، اینو میخوام بگم، خیلی وقتها تهمت‌ها زده میشد، خیلی وقتها برچسب‌ها به ما چسبیده میشد، خیلی وقتها حرفایی راجع به همسرم میشنیدم که قلب من رو به درد می آورد. و یادمه حتی فکر کنم ویدا هم اینجا نشسته، یک باری به من گفت سلماز تو چجوری تحمل میکنی این همه حرف و حدیث و این همه تهمت؟ و گفتم خدا. میدونین چرا؟ چون منم جز اشخاصی هستم که محبت خدا رو چشیدم و محبتی که امیر به دیگران میکرد برای من قابل باور بود و تمام حرفا، تمام تهمت‌ها، تمام چیزهایی که میگفتن برای من غیر قابل باور بود، چون من میدونستم امیر اون جنس محبت رو دریافت کرده و حالا داره میده. میگم خیلی وقتا دنیا باور نمیکنه، دنیا فکر میکنه که مثلا ما منظوری داریم یا ما میخوایم بگیم ما خیلی خوبیم یا ما عجیبیم یا ما خاصیم. نه، اون موقع که ما ته چاه بودیم، اون موقع که ما خودمون حالمون بد بود، خداوند من و امیر رو محبت کرد و واقعا ما دوست داریم تو این کلیسا فریاد بزنیم که بیاین در کنار هم بایستیم، بذارین محبت خدا رو تجربه کنیم و این محبت رو بدیم به دنیا، به این دنیای نیازمند، به این دنیای پر از درد، به این دنیایی که هر روز اشک از چشما جاریه، چون محبت خدا رو درک نکرده، محبت خدا رو نچشیده. و این وظیفه ماست. پس ادعایی نداریم که ما آدم خوبی هستیم داریم محبت میکنیم، نه، چون ما خدایی رو داریم که خدای محبته و اون ما رو محبت کرد و به ما به عنوان فرزندانش گفت باید بری محبت کنی، حتی اگه دنیا ازت بیزار بشه، حتی اگه بهت تهمت بزنن، حتی پشت سرت حرف بزنن، حتی محبتت رو بد برداشت کنن، باید محبت کنی. باید ادامه بدیم و اجازه بدیم افراد خدا رو از طریق ما بشناسن. اول قرنتیان 13:7 رو براتون میخونم. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پرصدا و سنجی پرهیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم، هیچم. پس ما میتونیم ایماندار باشیم، معجزه کنیم، کوه‌ها رو هم جابجا کنیم، ولی اگه محبت نداشته باشم، هیچم. اگر همه دارایی خود را بین فقیران تقسیم کنم و تن خویش به شعله‌های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد. محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایست ندارد و نفع خود را نمیجوید. به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. محبت از بدی مسرور نمیشود، اما با حقیقت شادی میکند. محبت با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد و همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. محبت هرگز پایان نمیپذیرد. میبینید چه محبت سختیه؟ ولی من مطمئنم وقتی در خداوند باشیم، خداوند ما رو به این ابزار، به قولی میشه گفت، ما رو آماده میکنه و دیگه برامون فرقی نمیکنه که دنیا چی میگه و چی کار میکنه، چون رنگش دیگه برای ما فرق داره با اون رنگی که دنیا میبینه. باور کنین هرچی خدا رو بیشتر بشناسیم، زندگی مسیحی برامون آسان‌تر میشه و دلیل تمام نامحبتی ها رو میفهمیم.
دیگه مجبور به محبت کردن همدیگه نیستیم. بابامه و خواهرمه و چون دنیا اینجوری میگه، دنیا میگه بابامه دیگه، چیکار کنم، مجبورم محبت کنم. بابا بچمه، چیکار کنم، بندازمش بیرون. این مدل محبت دنیاست، مجبور محبت کنه. ولی محبتی که خدا میگه اجباری توش نیست، از قلبت میاد بیرون. جالبه که خیلی وقتها خدا هم میدونسته که ممکنه دنیا از ما متنفر بشه. اتفاقا یه آقای اینجا بود، رفتن فکر کنم چند وقتش به من گفتن میدونی چی، من اصلا از شما خیلی بدم میومد. خیلی ممنون. بعدش میومد همه که نباید از ما خوششون بیاد، بعضی هم پیدا میشه اما خوششون نمیاد. البته خدا رو شکر در آخر گفت بعد از پیغام امروزتون دیگه حس خوب بهتون دارم و با هم سلام علیک کردیم. ولی اینو میخوام بگم، همیشه نباید همه ما رو دوست داشته باشن. البته نمیتونیم اینطوری زندگی کنیم که بگیم که خب همه نمیتونن ما رو دوست داشته باشن. من خیلی جالب، خیلی به حرف این آقا فکر کردم، با خودم گفتم که خب ایشون منو نمیشناخته، داره میگه من شما رو نمیشناختم و از شما خوشم نمیومده. شاید تو برخوردهای با عجله‌ای که من رفتم شاید سلام ندادم، شاید رفتاری کردم که مطمئناً اگر من به عنوان یک شخص ایماندار با این آقا رفتار میکردم هیچ وقت این حرف رو نمیزد. 100% ایشون از من رفتاری دیده بدون اینکه منو بشناسه، ولی چیزی دیده که از من حس خوب نگرفته. ولی اگه من در محبت مسیح ایشون رو محبت میکردم طی این چند وقتی که میومد کلیسا، مطمئنا احتیاج به این نبود که من بیام بالا موعظه کنم، چون کسی که حالا حرف موعظه میزنه فکر میکنن خیلی آدم خوبیه ولی خودش از همه بیشتر احتیاج داره. ولی منظورم اینه که باید خیلی به نظر من تو رفتارهامون، اتفاقا چون ما آدمای عادی نیستیم، ما اومدیم که افراد رو محبت کنیم، پس باید تو رفتارهامون دقت کنیم. و میخوام اینو داشتم میگفتم که خدا میدونسته که آدم ها ممکنه اما بعدشون بیاد. متی 5:11 و 12 رو میخوام براتون بخونم، خیلی جالبه. متی 5:11 و 12. متی 5 ببخشید. متی 5:11 و 12. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما رو دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. چقدر قشنگه! یعنی خدا حتی وقتی به خاطر همین میگم کلام خدا پر از محبته. وقتی کلام خدا رو میخونیم حتی تسلی میگیریم از محبتی که فکر کردیم که بی عوض بوده و به قولی دشنام بهمون داده شده. و در آخر میخوام 4 سطح مختلف رو برای زندگی انسان که هست و تقریبا بگم. حالا هر کسی یه سطحی رو انتخاب میکنه. یکی میتونه پسترین سطح زندگی رو برای خودش انتخاب کنه، این که به نظر من سطح شیطانه و میتونه دست به قتل بزنه. خیلیا سطح زندگیشون اینقدر پست میشه که میتونن یک انسان رو بکشن. یه سطح دیگه از زندگی که بعضی افراد متاسفانه انتخاب میکنن و در اون زندگی میکنن، سطح نفرته. کسی که تو نفرت زندگی میکنه نه تنها به دیگران آسیب میزنه، بلکه تدریجی داره خودش رو از بین میبره و روانشناسان هشدار میدن که کینه‌دوزی و نفرت موجب بروز مشکلات جسمی و روانی زیادی برای انسان میشه. یه سطح دیگه سطح بی‌تفاوتیه. دیدین بعضی چقدر بی‌تفاوتن؟ میتونیم حتی ایماندار باشیم ولی نسبت به همدیگه بی‌تفاوت باشیم. و بالاترین سطحی که
یک مسیحی میتونه انتخاب کنه چیه؟ اگه گفتین محبت. سطح محبت، این نوع سطح زندگی ما سرشار از یه آزادی میشه. میدونین چرا؟ چون خودمون رو دوست داریم، چون حالمون خوبه، چون اون محبت رو درک کردیم. هر کی از هر جا برسه نمیتونه یه کاری به ما بکنه، یه آزاری برسونه. و این نوع زندگی سرشار از شادی، آزادی، مستجاب شدن دعاهاست. زندگی که در این سطح هست علیرغم مشکلات زندگی به انسان اطمینان و شجاعت میبخشه و فضای واقعی رو برای زندگی و پیشرفت برای ما باز میکنه عزیزان. پس تعجبی نداره که از یه دیدگاه روحانی اهمیت و ارزش بالایی داره محبت. امیدوارم این محبتی که خود من چشیدم رو باور کنین. من جز افرادی هستم که خدا هر لحظه هر روزه داره منو محبت میکنه. من خیلی احتیاج به محبت خدا دارم، چون هنوز خیلی کارا دارم و خیلی اشتباهات کردم و شاید خیلی ها رو ناراحت کردم. خیلی نمیدونم، ولی میدونم که خدا به من میگه تو هنوز خیلی کار داری. و اینطوری نیست که فکر کنیم که وقتی که ما ایمان میاریم دیگه میشیم پرفکت. اگه پرفکت بشیم، عالی بشیم، به نظر من دیگه فرشته میشیم، بال در میاریم میریم آسمون. هممون خطاهایی داریم، ولی با زندگی در مسیح به ما این اجازه داده میشه که در محبت اون دیگران رو محبت کنیم. دنیا نیازمند محبت ماست. آمین. پس لطفاً سرپا بایستین با یک دعا. جلسه ما تموم نمیشه، بعدش یک سرود پرستشی داریم، ولی میخوام یه دعا کنم. اگر تو دلتون هست امروز بیاین برای خودمون دعا کنیم. پس چشمامون رو میبندیم و با هم دعا میکنیم. خدای مهربون، خدایی که امروز دلیل محبت توست که من اینجام و تو رو شناختم خداوندا. اینکه تو اجازه میدی من خود واقعیم رو ببینم. دعا میکنم خداوندا اون محبت خالص تو رو، اون محبتی که جنسش با دنیا، محبت دنیا فرق میکنه رو در من بنشونی. امروز با روح قدوست من رو لمس کن، من رو بلند کن و من رو پر کن از محبتت. خداوند دیگه نمیخوام دنیا رو قضاوت کنم، دیگه نمیخوام آدم ها رو قضاوت کنم. خسته شدم خداوند از بس دنبال دلیل غم و ناراحتی و افسردگیم تو دنیا و آدم ها گشتم. امروز میخوام خداوند تو دلیل شادی من باشی. امروز میخوام خداوند تو اون محبتت رو در من اجازه بدی که بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه، تا نه تنها من در غم و افسردگی زندگی نکنم، بلکه خداوندا بتونم در این محبت تو زندگی کنم و این محبت تو رو به دنیا بدم. محبتی که دنیا تو رو در اون ببینه و بشناسه. این دنیای نیازمند احتیاج به محبت تو داره. پس خداوندا از من استفاده کن. به اسم عیسی مسیح خداوند با شکرگزاری. آمین. مرسی به خاطر پیغام زیبا. پس همون آیه اول قرنتیان، همه عطایایی که خدا به ما میبخشد روزی به انتها خواهد رسید. نبوت‌ها، سخن گفتن به زبان‌ها و دانستن علم و اسرار روزی پایان خواهد پذیرفت، اما محبت تا ابد باقی خواهد بود و از میان نخواهد. خداوند ریخته در اردوی ما، از حضور خداوند شاد شده دلهای ما. با هم شاد و خندانیم، با هم سرود
مرسی از خواهر سلماز عزیز برای این پیغام عالی و همچنین گروه پرستش. مرسی، خسته نباشید. در کنار اینکه ما از خداوند محبت میگیریم، به قسمت هم حکم اعظم خداوند هستش که ما هم خداوند رو با تمام آنچه که داریم محبت بکنیم. فکر کنم که جای خوبی باشه اگه بخوایم با کمک و هدایایی که میتونیم به کلیسای خداوند داشته باشیم، هم خداوند رو محبت کنیم، هم عزیزان دیگه که احتیاج دارن. حتما این پول‌ها در قسمتی خرج خواهد شد که باعث پیشرفت ملکوت خداوند و جلال نام خداوند خواهد بود. در حین اینکه جلسه رو ترک می‌کنید، سبدی دم درب خروجی هستش، میتونید هدایا رو و اگر موردی برای دعا هستش توی سبد هدایا بندازید. حتما تیم دعای ما شما رو حمایت خواهد کرد توی این قسمت و اگر مطلب خاص دیگه ای نیستش، بیسیم با هم دیگه برای هدایا دعا بکنیم و پایان جلسه. پدر تو رو شکرت میکنیم در قسمتی از پرستش هامون خداوندا با تمامی دل به حضور تو میایم خداوندم و هدایای خودمون رو نیز به تو تقدیم میکنیم. باشه که دستان تو، دستان پر از فیض و برکت توی خداوندم برای این هدایا قرار بگیره تا در قسمت هایی که نام تو رو جلال میده، نام تو رو بلند میکنه خداوندم، دلی رو گرم میکنه و این محبت رو انتقال میده خداوندم. این پول ها در اون قسمت ها هزینه بشه، خرج بشه و نام تو جلال پیدا بکنه. در پایان پدر تمام عزیزان رو به دستان مقدس تو میسپارم.